بچه که بودم آرزو داشتم خیلی پول داشتم و اولین چیزی هم که میخواستم بخرم یه یخچال برای ننه نخودی بود. ننه نخودی پیرزن تنهای محل ما بود که هیچ وقت بچه دار نشده بود. ننه زمستون و تابستون آب یخ میخورد ولی یخچال نداشت. ننه شبا راه میافتاد میومد در خونه ما رو میزد و یه قالب یخ بزرگ میگرفت و میرفت. توی جای یخی یخچالمون یه کاسه داشتیم که اسمش کاسه ننه نخودی بود. ننه با خونه ما ندار بود. در خونه اگه باز بود بی در زدن میومد تو. با بابا رفیق بود. باهاش که حرف میزد توی هر جملهش یه پسرم میگفت. یه شب که مهمون داشتیم و توی حیاط بودیم ننه یهو اومد تو. بچه فامیلمون که از ورود یه باره یه پیرزن موهنایی ترسیده بود جیغ زد و گریه کرد. بچه رو آروم کردیم. کاسه ننه نخودی رو از توی جای یخی آوردیم. بابا وقتی قالب یخو مینداخت توی زنبیل ننه آروم گفت ننه از این به بعد در بزن. ننه مکث کرد. به بابا نگاه کرد. به ما نگاه کرد. و بعدش هم بی حرف رفت. بعد از اونم دیگه هیچ وقت پی یخ نیومد. کاسه ننه نخودی اون توی جای یخی روش یه لایه برفک نشست. یه شب کاسه رو برداشتیم و با بابا رفتیم در خونه ننه. در باز کرد و به بابا نگاه کرد و گفت دیگه آب یخ نمیخورم پسرم. قهر نکرده بود ولی نگاهش با بابا غریبه شده. شبیه مادری شده بود که بی هوا بچه‌هاش برده بودنش خونه سالمندان. اون تو خونه ما کاسه داشت. یه پسر داشت. یه در آهنی ناقابل و یه در نزدن و حرف پدر ننه رو پرت کرد به دنیای خودش. و این واقعیت تلخ رو یادش آورده بود که پسرش نبود. ننه نخودی یه روز داغ تابستونی مرد. توی تشییع جنازه‌اش کاسه یخ ننه رو انداختیم توی کلمن. بابا قد یه پسر مادر مرده اشک ریخت و مدام آب یخ خورد. یه حرف، یه عکس‌العمل، یک نگاه چقدر آثار به همراه داره. کاسه یخ انگار بهانه عشق و مهربونیش بود. خدا میدونه کاسه یخ هر کدوم از ما کی کجا تو یخچال دل چه کسایی 1000 بار برفک گرفت و شکست و پرت شد و دیده نشد. خدا میدونه.